سلام، امید هستم. اینجا مجموعه بیتون. طبق قولی که بهتون دادیم هر دفعه یک ماشین افسانه‌ای براتون میاریم برای تست و بررسی که کنار هم بیشتر ازش چیزی بدونیم. ماشینی که امروز میخوایم بررسیشو با هم دیگه داشته باشیم یک اسطوره افسانه‌ای شاهکار هموطنمون آقای مهندس نادر فقیه زاده که همینجا من و تیمم سر تعظیم برای این شاهکار و خلاقیت و هنر و دانششون فرود میاریم. و این اسطوره ماشینی نیست جز یک بیمر شارک فیس که مربوط به سال 2009 میشه که طراحی خارجی اکستریورش کار مهندس نادر فقیه زاده هستش. بریم با هم دیگه بررسی کنیم بدنه و موتور و یکی از چیزایی که منو به هیجان میاره توی این ماشین اینه که فرض کنید پشت فرمونی تو آینتون یه همچین جلو پنجره و چراغ و گلگیر عضلانی میبینید. رسما یه تهدیده وقتی تو آینه میبینید این ماشینو. قشنگ سر جنگ داره. وقتی بهش میگن شارک فیس دروغ نمیگن. یه نکته باحالی که تو بدنه این ماشین هستش اینه که تماما بدنه این ماشین آلومینیوم هستش به غیر از دوتا گلگیرهای جلو و درب صندوق که از جنس پلاستیک و فیبر کربن هسته. بچه‌ها این شاهکار با کد اتاق E63 شناخته میشه و در اصل این ماشین روونه بازار شد که یه تو دهنی محکم به بنز CLK باشه. بریم فضای بارش هم ببینیم این ماشینو. بله، یه صندوق عقب نسبتا پهناور مناسب جا دادن دوتا جنازه دارید. یه باکس هم که اکتان پرشیاساین لازم همیشه تو این ماشین باشه. قبل از اینکه بریم زیر کاپوتو ببینیم ممنون میشم یه لایک برای این ویدیوی ما بذارید تا دلگرمی بشه بتونیم ویدیوهای بهتر و بیشتری براتون بسازیم. خب بریم ببینیم چه هیولای زیر این کاپوت هستش. بله، شاهکار BMW موتور 6 سیلندر خطی با 3000 سی سی حجم. BMW قول داده که 0 تا 100 این ماشین 6.5 ثانیه باشه، مصرف ترکیبیش 10 لیتر باشه و 272 اسب بخار قدرت سر چرخ به ما بده. حالا با وضعیت سوخت ایران و استهلاکی که ماشین تو این سالها پیدا کرده چقدر این قول BMW عملی باشه نمیدونم، ولی این مشخصات نامینالی هستش که توی کارخونه اعلام میشه. خب بریم با این بیمر جنجالی یه چرخی بزنیم، یه تست درایوی بگیریم و ببینیم که اینتریور ماشین چه امکاناتی داره. تشریف بیارید در خدمتتون باشیم. خب میرسیم سراغ کابین BMW 630i. چیز جذابی که من تو این کابین میبینم جنس متریالش هستش، واقعا عالی هست. چیزی که خودم شخصی دوست دارم این شیفترهای پشت فرمون هستش. تو کیلومتر طبق عادت BMW ما عقربه دمای روغن رو داریم. شکل دست دندمون هستش. راستی این ماشین یه گیربکس 6 دنده استپترونیک داره. چیزی که باز من دوست دارم این کاپ هولدرمون هستش. چیز جالب دیگه ای که ما داریم میبینیم طراحی این دیسپلیه که اینجا هستش. انقدر فرو رفته است این داخل که هیچ زاویه تابشی باعث محدودیت دید شما تو این دیسپلی نمیشه. یک سیستم صوتی تمام کمال با چنجر DVD و کولر دوال. خبری از اوتو هولد نیستش. ترمز دستی کاملا سنتی متناسب با حال هوای سال 2009 و این سلکتور زیبا و جذاب که به موس هم میشناسنش وجود داره. بریم باش یه گازی بدیم ببینیم چه خبره. خب زیر پدال گازت یه قدرت درست درمونی حس میکنی و احساس میکنی که پشتت قرصه. راستی یه هداپ دیسپلی خیلی بانمک هم این جلو داریم. حالا نمیدونم توی فیلم هداپ دیسپلی داره دیده میشه یا نه. همون جوری که تو ویدیو گفتم با روحیه اهلی نمیشه این ماشین رو روند. کوبش همیشگی و خشکی همیشگی یک ماشین اسپورت رو تو این هم میتونید احساس کنید. ولی صندلی‌ها فوق‌العاده راحت، یعنی جوری که تمام اون گودیایی که باید پرشه تو کمرتون و نشیمنتون پر داره میشه و کاملا احساس بغل شدن پیدا میکنید توی مبلمان این ماشین. بخوام براتون از آپشن و امکانات داخلی این ماشین صحبت کنم،
اینجوری بگم که تمام چیزهایی که لازم داشته باشه رو داره و تمام قرتی بازی ها و مسخره بازی هایی که برای یه ماشین باز زیاد مهم نیست و نداره. مثلا دوربین 360 تو این خبری نیستش، ولی به جاش رادارهای خوبی داره، تو پارک خیلی میتونه کمکتون کنه. گرم کن سرد کن صندلی داریم، ایربگ راننده، سرنشین، پرده‌ای، پشت سری فعال، گرم کن سرد کن صندلی، همه اینها موجود هست. آپشن های کاربردی که یک راننده حرفه‌ای نیاز داره رو شما این تو دارید. این در اصل برای سلیقه یک ماشین باز حرفه‌ای طراحی شده، نه اینایی که دوست دارن مثلا 500 تا دیسپلی رو ماشینشون داشته باشن. برج مراقبت نیست که 700 تا دیسپلی داشته باشی رو داشبورد، ماشینه. تو اگه ماشین بازی داری میگازی اصلا فرصت نمی‌کنی سرت رو دیسپلی نگه داری، تو فقط هدابتو می‌خوای. بریم ببینیم سیستم صوتیش چه کیفیتی داره. چیزی که من دارم میبینم 8 تا باند و میدرنج و یه ساب‌ووفر و ساب‌ووفر البته فکر کنم بیشتر از یه دونه داره، ولی حالا بریم ببینیم کیفیت صداش چیه. واقعا سیستم صوتی قابل قبولی داره. واو نیست، درجه یک عالی نیستش، ولی خوبه. و یه چیز خیلی خیلی جذابی که تو رانندگی این ماشین هستش اینه که این ماشین دیفرانسیل عقب هستش و واقعا لذت راندن یک ماشین دیفرانسیل عقب برای یه دونه ماشین باز اصلا فراموش نشدنیه. چه گازی میخوره این موتور. اوف، به 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 به، گاز این ماشین انتها نداره. چه صدای موتوری. رسول پسندیدی؟ خیلی. موقعی که داره دنده رو عوض میکنه چه صدای قشنگی داشت. یه چیز باحال دیگه هم که تو رانندگی این ماشین هستش، دید آینه ها محشره. یه احاطه خیلی خوب و کامل داری به ماشینت. و یه چیز دیگه هم که خیلی حس خوب و اسپورت میده، یه کادر بسته شیشه جلوه. احساس میکنی که جلوت، احساس میکنی که پشت فرمون تامکت نشستی. کوچیک بودن شیشه جلوه خیلی حس خوب میده. رسول ولی قبول داری که استایل موندن و مالک بودن BMW هرگز مثل مرسدس بنز نیستش. یعنی خیلی خودمونی بهت بگم، تو پشت این بیمر باید یه شروالی زابدار با یه تیشرت هیپ هاپی لش بپوشی، ولی خب مثلا بعدم نیست یه 5 بوکس هم تو جیبت باشه. حالا این نظر منه ها، نه حالا فردا نید کامنت بذارید بگید نه آقا ما با کت شلوار میشینیم پشت بیمرمون. در کل چیزی که به نظر میاد اینه، اصلا حسی که بهت میده یه حس سرکشیه. مثل BMW اون متانت رو نداره. مثل بنز مثل بنز مثل مرسدس شما هیچ وقت اون متانت و اون لاکچری بودن و اون اینا رو توی این ماشین نمیبینی. با این ماشین باید شیطونی کنی. آره باید شیطونی کنی. ماشین شرارته. ولی قبول داری حس و حالی که پشت فرمون این ماشین میگیری و پشت بنز نمیتونی بگیری؟ خیلی بستگی به رویت داری، با تایپت باشه دیگه. من خودم به شخص تایپ هم آروم‌گاه هستش. بیمر. آره آقاس تندروی. آره دور بگردم با ماشین لوازمی که من هیچ وقت آروم نمیشه. پس چرا الان داری تعریف بنزو میکنی؟ خب اونم تعریف داره آدم. خب به هر حال آدمای لاکچری و متین و موقر که تعریف کردن دارن دیگه. هر روحیه‌ای به نظر من در نوع خودش زیبایی خودشو داره. من یکم مسخره میدونم که مثلا یه نفر با کت و شلوار پشت یه BMW کوپه بشینه. پشت 730 پشت 730 که باید داشتم. آره خب پشت 730 آره، ولی اینو نیستم. این اصلا این ماشین شیطونیه. ولی از همه اینا که بگذاریم آلمانی‌ها اصلا یه سطح دیگه. دقیقاً یک لول جدایی از ماشین سازی و ماشین سوار شدن هستش. اصلا نمیشه مقایسه کرده.
باش. یه لول دیگه. الان اینجا که با امید جان داشتیم تست درایو می‌کردیم، این دیتیل، توجه به دیتیل رو میخوام اینجا بهتون نشون بدم. لایه در کلا جیره، چیزی که تو اکثر ماشین اصلا نمیبینیم توجه به این دیتیل ها رو. یعنی پولی که آقا به نظرم ریال به ریالی که واسه این ماشین خرج میکنی بهت برمیگردونه. دقیقاً یعنی تو همه چیش اون برتری و کیفیت حس میشه. این واقعا بعد از روندن بنز و بی ام دبلیو و آودی و پورش شما متوجه میشید بقیه ماشینا یه مقدار سوء تفاهم اصلا معنی ماشین، معنی کیفیت، معنی راه رفتن، یعنی رسالت اصلی هر آپشن رو توی این ماشین های آلمانی به نظر من آدم میشه متوجه بشه. بریم یه گازی باش بدیم ببینیم چجوری پر میکنه. من که خیلی مشتاقم. الان اونجا یه گاز دادی واقعا لذت بخش شد، هم صداش، هم تصویرش، هم 272 اسبی که داشت لگد میزد. میخوای از صفر بگازیم باهاش؟ قطعاً. پس نظر چی اصلا 0 تا 100 رو بگیریم؟ آره بگیریم ببینیم چه جوریه، ببینیم واقعا اون 6 ثانیه هست یا نه. بریم مود اسپورت ببینیم چه خبره. بریم 1 2 3. واه قشنگ تو صندلی فرو میری، صدای نعره موتورم قشنگ، یه هیجان خوب میده، ایر کاندیشن روشنه، ظرفیت ماشینم فوله. بله 100 که خیلی وقت رد کردیم، واقعا عالی هستش. واقعا تفاوت بود اسپورت با بود رانندگی نرمال حس میشه. چه معکوسی، به 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 به، چقدر ماشین استیبل هست. 160 تا خیلی راحت، 160 بی دردسر. این تازه تکنولوژی 2009 بی ام است. بله که تو دور موتور، اگه تو فیلم افتاده باشه فکر کنم تو دور موتور 5 معکوس داد. بله کشید رو شیشونیم. بچه یه چیز جالبی تو طراحی ماشینا هست بهش میگن جرک. بخوام خیلی خلاصه و قابل فهم توضیح بدم، جرک میزان خستگیه که جاده به بدن تو وارد میکنه. یه نموداری داره، تغییرات زمان هستش، یه سری آیتم هایی هستش. این ماشین اسپورتیه، قراره یه ماشین خشک باشه با کوبش، ولی اینو واقعا میگم پولمانش جوریه که بدن تو واقعا نمیره برای خسته شدن و دست تو فرمون خیلی راحته و وقتی که اولین بار میشینی پشت فرمون این انگار 40 سال ماشینته و همه چی اون جایی که باید باشه هست. ماشینای کوپه، الان گفتی کوبش، من یه سوالی واسم مطرح شد. به نظر خودت این به نسبت کره یا جنسیس کوپه یا سراتو کوپه کوبشش کمتر یا بیشتر؟ این که اصلا قابل قیاس نیست، 100%. اصلا قابل قیاس نیست. وقتی میگم کوبش، بچه منظورم فکر نکنید که یه کوبشیه تو مایه های سراتوی کوپه یا جنسیس کوپه. چیزی که دارم میگم کوبش در مقایسه با یه بنز اس 500 با کمک بندی ایرماتیک هستش که واقعا خیلی نرمه. شاید بهتون بگم که این از سواری های فوق‌العاده نرم ایرانی و کره‌ای، حالا شاید با اکراه ژاپنی، کوبش کمتری داره، ولی باز به عنوان یک ماشین اسپورت شما بازی زیاد فنر ندارید. کاملا موافقم. کوبشش کاملا از کره کمتره. کاملا موافقم، قابل مقایسه نیست. بخوام اینجوری بگم میدونید چیه؟ ارتفاع خیلی کمیه و اون فنر داره بازی میکنه، ولی تو اون بازی کم حرکت خشک ندارید. این واقعیت این وضعیت خشک بودن ماشین هستش. یعنی اینکه سفر طولانی واقعا خسته کننده نیست براتون تو ماشین. ماشین کوپ هست دیگه، ماشین 2 نفره است. عملا نفر دومی که کنارت میشینه یک آدمی هستش که تایپش تایپ خودته و اصلا اگه کوبش داشته باشه کوبشش هم دوست داره. آقا یه سوال من خودم واسم پیش اومده، مطمئنم سوال خیلی هم هست. BMW معروفه به این که استهلاک بالایی داره. این اتاقش هم من شنیدم مستهلک ترین اتاق BMW است.
خودت اصلا تجربه‌ای داری راجع به استهلاک این اتاق؟ ببین یه مطلبی من بهت بگم، در مورد استهلاک موتور صحبت میکنی، استهلاک اتاق صحبت میکنی، در مورد وایرینگ، برق، فالت اینا صحبت میکنی، در مورد چی صحبت میکنی؟ اتاق که به خودی خود به غیر از یه آچارکشی سالانه و مثلا تنظیم کردن گپات و اینا که واقعا تو این ماشین الان بعد از 13 سال گذشت هیچ نیازی دیده نمیشه. البته بگم واقعا مالک خوش‌ذوق و با سلیقه‌ای داشته، بدنه که مستهلک نمیشه. اگر منظورت اتاق E63 و وضعیت موتوری و اینا هستش، من هیچ وقت این ماشین رو بلند مدت نداشتم و ندوندم، ولی چیزی که متوجه شدم تو مراجعاتم، میزان فالت هایی که مثلا تو سری 5 میبینی همیشه پشت آمپر 2 تا فالت داری، اینا نیست توش، واقعا نیست توش. این که دارم به چه میکنم، درست عاشق این ماشین اما ولی واقعا نمیخوام کسی تشویق کنم به خریدن یا نخریدنش. دارم نظر واقعی میگم، منم نظر کارشناسی قطعی نیستش، فقط سلیقه و نظر شخصی مونه. حرف من به هیچ وجه وحی منزل نیستش که بخوای تصمیم بگیری ماشین رو بخری یا نخری، ولی بخرید. چقدر اصلا قیمتش هست حالا که قرار شد بخرن؟ نمیدونم. چقدر قیمتش؟ نمیدونم. آقا اگه پول دارید بخرید، هرچی از قیمتش. واقعا ماشینی که اگه واقعا راه رفتن براتون مهمه، یعنی محاله بری پشت یه دونه ماشین نیاز داشته باشه بهش بالا بدی، تو آینه این شارک فیس رو ببینه هیچ راهی غیر فرار کردن نداره، کار رو در میاره. آره این واقعا جدی بهتون میگم. همونجوری که خودت گفتی ماشین جزء ماشینای تمیزیه که میتونستی بیاری واسه آره واقعا اینو بگم که تمیزترین نمونه 630 های 2009 که من دیدم، چه از نظر بدنه، چه تمیزدنده های سالم و قشنگ. تمیزدنده سالم که میگم، دیدی بعضی از این اتوماتیکا دلت هم میاد تو تمیزدنده، ولی این سازه، این از اون بهبهیاست واقعا. این ماشین واقعا سازه، واقعا لذت بخشه. کارکردش هم خیلی خوبه نسبت به مدلش. بله کارکردش هم واقعی هستش. 75,000 خورده ای ماشین کم کاری خیلی کم. آره من با این چیزی که دارم میبینم توی گاز خوردن این ماشین، این تو دیتا شیت ماشین حد اکثر سرعت 250 گفته، ولی واقعا من فکر میکنم 260 هم که رو کیلومترش درد شده کم باشه براش. گازش انتها نداره، واقعا گازش انتها نداره. یه تیکرم یه بگازیم دوباره بریم کاملا موافقم. با ظرفیت تکمیل و ایرکاندیشن روشن بریم چجوری شتاب بریم. ماشاءالله واقعا فرو میری تو صندلی. صندلی کامله. چه صدایی، چه صدایی. خبری از نعره الکی موتور نیست، ولی اون صدایی که داری میشنوی بس چه خبره؟ اصلا نمیفهمی 150 60 چه خبره؟ واقعا هرچند یه چیز خیلی خوب موتور این ماشین تنفس طبیعیه. این پایین مثبتیه تو ایران. آره با این وضعیت سوخت واقعا پایین مثبتی. البته بگم درسته تنفس طبیعیه ها، ولی این موتور رو باید اکتاف بوستر درست حسابی بریزی، نه از این حالا اسم برندم نمیارم، ولی اسم این برند رو بذار بیارم. آره بگو چه برندی؟ دارن استفاده. بهترین اکتانی که میتونی توی بیمرت بریزی توی این کشور پرشیا ساین هستش. یعنی واقعا تاثیرش رو متوجه میشی و تاثیر مخرب خیلی از برندهای دیگر رو نداری. نکنید، ریسک نکنید، هیچ وقت با موتور این شوخی نکنید. همینجوری که الان داریم میبینیم که چه نعمتیه، چه موتور واقعا قشنگ و زیباییش راه رفتن عجیب و غریب و خوبی داره و همون نسبت هم میتونه روی دومش رو بهتون نشون بده، مخارج سنگین و اینکه هیچ وقت دوباره اون موتور بشه نخواهد شد. لامصب این صدای دینگش هم جذاب قشنگ. واقعا حتی این صدای الرت هایی که تو ماشین هستش با ماشین
کره‌ای و چینی اصلا قابل قیاس نیستش. بتهوون رو گذاشتن تو ماشین بنوازه، واقعا هم موتورش مینوازه. هیچی پیدا نمی‌کنی که تو این ماشین بهت حس اورجینال بودن نده. همه چی اورجیناله، همش گوشته. رسول داداش یادته گفتم که این ماشین همه آپشن هایی که لازمه رو داره، از این آپشن های به درد نخور نداره. آره. حرفم پس میگیرم. چرا؟ یه آپشن داره که اصلا من نمیدونم برای چی گذاشته. آینه الکتروکرومیک. نمیگم بعدها، ولی کدوم نادونی پشت 600 سیاخ نور بالا میره یا کدوم راننده 630 آروم میره که بخواد نور بالا بهش بدن که این آینه الکتروکرومیک بخواد نور بالای پشت سری رو خنثی کنه. از این دید نگاه نکردم بهش. منطقیه کاملا. آره این آپشن به نظر من هزینه اضافه بود تو این میگه. مثلا آینه نمیخواد. آره دیگه تو همش نگاهت به جلوه. همه که خب پشت سرن دیگه. آره بخواد در مورد کلیات این ماشین اسپورت صحبت کنم، آقا جون من دوستا، این ماشین تمام آن چیزی که برای یک گازیدن پرقدرت، یک راه رفتن بی‌نقص داشته باشه رو به عنوان تجهیزات داره. فقط یه راننده با چیز میخواد، جرأت جیگر. آره یه راننده میخواد که مرد روندن این باشه. اون چیزی که باید داشته باشه رو، اون چیز تومنینه. آره تومنینه داشته باشه. آره خیلی تومنینه که برای بنز نه، تومنینه نداشته باشه. آره این ماشین تومنینه نمیخواد، همون جرأت رو میخواد. آره همون جرأت. آره این ماشین یعنی آپشن امکاناتش کامله. شما باید به آپشن امکانات خودتون فکر کنید. آره این واقعیت این ماشینه. بچه یه آپشن ایرونی پسند دیگه هم این ماشین داره، اون هم سانروف هستش. طبق عادت ما ایرانی‌ها خیلی علاقه‌مندیم این سانروف باز بشه و کودکانمون مثل سفیر کبیر بریتانیا ازش خارج بشن و ادای احترام مردم رو ببینن. سانروف هم داره. آپشن دیگه ای هم که دوست دارم بهتون بگم، این سانروف نیست، این بزرگتر از سانروفه ولی باز تو سگمنت سانروف قرار میگیره. هیچی، همون سانروفه. عرض به حضورتون که AFLS هم داره، سیستم چرخش خودکار چراغ‌ها سر پیچ متناسب با زاویه فرمان. شاید یکی از دلایل این که این ماشین خیلی، البته همه دنیا خیلی دوستش دارن، ولی اینکه حالا ایرانی‌ها خیلی دوستش دارن، شاید اون روح طراحی ایرانی این ماشین باشه. طراح قسمت خارجی بدنه ماشین جناب آقای مهندس نادر فقیه‌زاده هستش. همینجا دوست دارم بگم که آقای مهندس، شما واقعا باعث فخر صنعت خودروی کشورتون هستید و چقدر متاسفیم از اینکه شما رو اینجا نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. اگرم داشته باشیم شاید زیاد قدرتون دونسته نشه، ولی به هر حال من و تیمم به قد می ایستیم و تا زانو براتون خم میشیم بابت همچین طراحی زیبایی که کردیم. دستتون درد نکنه. این بحث فقط بحث طراحی نیستش، بحث سر اینه که من خودم به شخصه احساس میکنم که یکی از افتخاراتم بابتی که ایرانی هستم اینه که توی شرکت بزرگی مثل BMW یک طراح برجسته یک طراحی ماندگار کرده که روز به روزم داره خوشگل‌تر میشه. آقا این چیه طراحی کردی تو؟ این همه ازش گذشته، هر روز خوشگل‌تر میشه. دمت گرم آقای فقیه‌زاده. خواستم بگم که دوست داریم، دمت گرم. زیادم طولش نمیدم. یه نکته دیگه در مورد مصرف سوخت و حجم باک این ماشین بهتون بگم که البته واسه مالکش هیچ وقت مهم نیست، ولی حالا ما میگیم باکش 70 لیتر گنجایش داره و مصرف سوخت ترکیبیش چیزی هولوش 109 هستش. واقعا از منطقی اون برتره. این حجم موتور با
این قدرت و با این شتاب و با این راه رفتن عملا از یه پژو داره مصرف کمتری از خودش به جا میذاره. بچه ما بیشتر سعی کردیم توی این اسمشو نقد و بررسی نمیشه گذاشت، توی این معرفی چیزایی رو بهتون بگیم که خیلی دیگه توی دیتیل و توضیحات دقیق فنی نرفته باشیم، عملا کمک کرده باشیم مثل کسی که تصمیم خرید این ماشین رو داره یا اون چیزایی که براش مهمه بشنوه. حالا احیانا اگر چیزی به نظرتون باید گفته میشد که نگفته شده یا چیزی زیادی حوصله سربر بوده براتون تو ویدیو ما، خیلی ممنونتون میشیم، خیلی مدیونتون میشیم که تو کامنت ها برای ما بگید چه انتظار و توقعی دارید، در مورد چه چیزهایی بیشتر بخوایم ما حساسیت به خرج بدیم و اینکه ماشین هایی که دوست دارید بیشتر در موردش بدونید یا کنار هم دیگه بذاریم مقایسه کنیم، باهاش رانندگی کنیم، یه گشتی باهاش بزنیم، تو کامنت ها بهمون بگید، خوشحال میشیم، روی چشم میذاریم. یادتون نره بچه‌ها ما بابت ساخت ویدیوها هم از نظر زمان خیلی داریم هزینه میذاریم، هم از لحاظ بحث این که آقا تو این زمانی که ما داریم این ویدیو رو میگیریم و که یه ویدیو 7-8 دقیقه‌ای بشه نصف روزمون شاید بیشتر میره، تصویرسازمون ساعت‌ها میشینه ادیت میکنه. حالا صرف نظر از هزینه مالی اینکه تو کارهای تخصصی خودمون خیلی عقب میافتیم، اینکه ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید یا اینکه کامنتی به ما بدید برای بهتر شدن خیلی ما رو دلگرم میکنه. قول اینو بهتون میدیم که توی ویدیوهای بعدی بیشتر مطابق سلیقه و انتظار شما عمل کنیم، به شرط اینکه ما رو راهنمایی کنید، بگید که تو چه مسیری قدم برداریم که شما بیشتر دوست داشته باشید. مرسی که ما رو همراهی کردید. خداحافظ.